سلام علیکم بیننده عزیزی من. سلام علیکم نفرانی که هر دایم همراهی ما هستند. من امروز آمدم به خانواده همسایه خود برای تبریک کردن اختیارآمد از نام فرزندانشان، شخصا از نام زاکر جان جهانگیر مهرانگیز، از نام فرزندان عزیز پدر مادری خود را تبریک میگویند. در روز خرسندیشان با ما باشید، با شبکه شهرمان رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم اختیارآمدی. سورپرایز شد میکنی شما میدونید می سورپرایز شده در حقیقت سورپرایز شد. ما دو روز سه روز باز آمادگی میدیدیم شما نمایان کردیم یا ما بعد تعریف میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. زاد روز مبارک، امروز روز خرسندی مبارک باشد. السلام علیکم انگاملا، امروز روز خرسندی اختیارآمدی را مبارک باشد میگیم. امروز برای ما میدانیم از سر باز خاطر رسان کردن که زادروزی اختیارآمد است. الها اختیارآمد امروز روزی خرسندیتان را همیشه بینیم. 100 ساله شوید در 120 سالگیتان همراهی همین گلبهاری انگامالله دمی پیری و دولت پیری را دیده ساق سلامت در سری فرزندان دعا گفته گردید. چقدر که مشقت کشیده، چقدر که زحمت کشیده، کسی که داند ما میدانیم در وقت جوانی همون حضور و حلاوت همین فرزندان رو بینید و فقط برای آدمیزاد در این دنیا پیش از همه سلامتی بوده است. برای شما عمری دراز، صحت، سلامتی را میخواهیم. هیچ وقت کسل نشوید. مانند خدا رحمت کند همین ناربابا، مانند چوچکانه انسان‌های پیر شوید و جوان شدن هم خیلی گشتن نصیب کنند. از نام زاکر جان، از نام جهانگیر، از نام مهرانگیز، از نام دو کلین نازنین، از نام داماد نبیره های شیرین تبریک میگوییم. ما که خورد بودیم از این خاندان نان و نمک خورده کلان شدیم به وای رسیدیم. یک انسان هایی که آغوششان چنان وسیع و کلان بود در این خاندان همه میگنجید. این خاندان فقط چخلی که مانند خاندان بچگان، باغچه بچگانه بود و در این خاندان پر از مهر بود، پر از محبت بود. همین انگپاشوی ما یک نانهای زیبا میپختن در تنور در خاطر ما حالا هست. یک شکرآبها میکردن در خاطر ما حالا هست. در باغها می نشستیم. الها فقط در همخیر روزهای خرسندی با شمایان آمده تبریک گوییم. فرزندها را در حقیقت با یک مهنتی حلال با وای رساندند که من امروز گفتم که بیایید پدر مادر ما را تبریک گوییم. هر روزی ما غنیمت است. برای پدرم رسانید که 100 بوسه زنم خاک قدم های پدر را، 100 بوسه زنم خاک قدم های پدر را، بر دیده کنم منزل و مأوای پدر را. 100 رنج کشد روزی تمام از پی نان، وای صدقه شوم آبیله دستان پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همت و والای پدر را. چون کعبه توافش بکنم در همه هستی، پررن نکنم خدمت و رنجهای پدر را. امروز که روزی پدرم هست، امروز که برای ما راستی را در حیات زندگی را آموزاندن پدرم هستند. هیچ وقت برای ما پستینه، برای ما همه چیز مهیا بود. در آن خاندانی که میشیشتیم همه چیز مهیا بود. مهر، محبت، آن لباس ها، آن چیزها همه چیز برای ما آماده بود. رحمت برایشان. زحمت میکشتن، مهنت میکردن. آن طعام با لذت را اول برای ما آماده میکردن. آن لباس های زیبا و آزاده را برای ما آماده میکردن. رحمت برایشان. تا هستی حیات ما خدمت پدر مادر را میکنیم که کم است. دوست می‌داریم. مادر مهربان امروز پیغمبر هم فرمودن 3 بار اول مادرم گوی پس از آن پدر. برای مادرم رسانید که
صد جان و دل فدای یک مدعای مادر فتح و کشایش آرد دست دعای مادر بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان انگیزه است شاید از الله های مادر. مادر مهربان امروز بایرام اختیارامتی شما با مبارک باشد. حاضر ما نیت کرده همراهی زاکر جان جهانگیر آرزو کرده یک کتابی بسیار هم زیبا را، کتابی که در روی دنیا از همه گرانبهاترین از همه قیمت بهاترین را خواستیم آماده کنیم. البته دست ما خالی باشد اگر یک تا قرصک میزنیم زاکر جان کتاب میسپاریم. مبارک باشد. مبارک باشد. حاضر البته به رقصم خورسندی میکنیم. پیش از اون باشد امروز که روزی خورسندی است ینگاملوی عزیز گلبهار ینگاملو حاضر انمی دستگلی زیبا که پیش از گفته ها برای شما تقدیم کردن از نام اختیارامکم برای که شما هستید، برای که یک زنی صالحه خاندان، یک زنی دلشان سفید و کشاد است، برای که مهر و با محبت این فرزندای عزیز رو بابای رساندید. از نام فرزندان از نام امین اختیارامک برای شما حاضر در روزی زادروزشان تخشیرک تبریک میکنیم. بعد از مهمانان سخنهای نیکه میشنویم. مرحمت. السلام علیکم. خوش آمدید هموطن. تاجی سر نوری دیده تاجی سر. خدا دادگی عمره بینید باباش الهی مکر بختی همین دیوارو بساق سلامت گردید بختی مهم بیان چی نیت که اگه باشید نیتتون برسه الهی میگویم خوشه پیر شویتون ها خدا خواهد اگر در دم پیری دولت پیری را دید ساق سلامت گردید. امروز شکرامه انمی خاندان کلان نشان همه جانی عزیزیانشان بایستاده از نام خود از نام اولاد تبریک میکنیم. مرحمت. خوش آمده هم یکوتون نوری دیده توجی سر اختیارو که کلون کچی خوشه پیر شد خدا دودگی عمره بینه هم یکوتون خوش آمده. رحمت سلامت باشن. تو تبریک میکنیم می تا باید مرزا نه تو تبریک کنیم. اولا سلام علیکم هموطن خوش آمدیتون در گوی مور بابا چوبانه فرزندی من که جیکشون با اومد آمد تولدشون 50 سالگیشون بود. تبریک میکنیم. صد بدادان سلیم اومبا منجیانوبا نیولوبا سال سلامت باشن. رحمت سلامت باشن. زاکر جان تو تبریک کنیم. خوشن تو خوشی که تبریک کنیم. امروز روزی خورسندی است. مرحمت. من تبریک کنم. خواهد تبریک میکنم آنمی ما همه کلماتون جونی مهرانگیز خدا دوگی عمره بینه سری عمره سخت سلامت گردید. رحمت مبارک باشد. انگاملا تبریک میکنیم می؟ مرحمت. از مهمانا از همه شنویم به ارزده. مرحمت. السلام علیکم همه کتونبا خوش آمدیتون رحمت شما بیام ملاتقام الهیم صد بدرون خدا دادگی عمره بینن نیوره ایوره چیوره بینن الهیم سری نیوره شما سخت سلامت گردن روزی گندشون هم خیل شود شما دیتون همه کتون رحمت. رحمت سلامت باشن. بهرنگه صبری میکنیم می؟ نزدیکتری سیم کنید شرطه کدای سه شما پیش برد. مرحبا.
Assalomu alaykum opa, dadajon, baxtimiz sog' salomat bo'lsin, yubileyton muborak shad. Ilamsari hammamiz sog' salomat gardid. rahmat, salomat bo'lsin, muborak bo'lsin. Imroza ro'zi xursandi, imroza ro'zi xushvaqti ro muborak bo'l meguyim. No, marhamat. bobojon sad badalid. رحمت شما با ما میدونیم که این خاندان یک با آرزو هوس انسان ها هستند. هر بار در یک روز خرسندی مهمان شویم البته تارت و آن شیرینی ها را با هم میبینیم. یک گاملو دور نرفته است، همه چیز هست همینجا با شاید شیرینی را نزدیکتر بیاریم. شما تخشرکت تبریک میکنیم از امی کلین ها نمی خش رقص است که نیستونیم تا تارت نزدیکتر بیاریم. امروز روز خرسندی است. اختیارامتی یک گاملو هر دویتون انمی تارت نیت کرده شمهایش را خاموش میکنیم که بگذار 100 سالگی 120 سالگیتان با الان خیلی بزمی جمشیدی کنیم و باز شمایان را آماده تبریک کردن نصیب کند. کنی نزدیکتر استیم کنی فقط هر دویتان مرحمت گله گیریتان دستشون مرحمت. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد. زادروز مبارک.
پدرجان خاک پایت می شوم وقتی پیری من اسایت می شوم. عزیزان دل دیده، امروز یک جهان آن خرسندی خوشبختی را پیشکش شما کردیم. در حقیقت دل کسی را شاد کردن و زیارت کعبه الله برابر است. امروز در خانواده اختیارآمد مهمان شدیم. از نام فرزندان زاکر جان جهانگیر، از نام کلین و نبیره ها مهرانگیز و هم از نام همسرشان تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را با همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام. برای دقت هر یکی شما رحمت تشکر باشید. سلامت باشید. زلفت خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شده روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای زلفت خم زدای قاشات قلم زدای قاشات قلم زدای عاشق خشرو شدیم روی دلم غم زدای روی دلم غم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم زدای قاشات قلم زدای زلفت خم
شود کن اگر بار مرا گیری در آغاز تو را هرگز نمیسازم فراموش اگر بار مرا گیری در آغاز تو را هرگز نمیسازم فراموش زلفت خم زدهی پاشت قلم زدهی پاشت قلم زدهی آچی نقش رو شدی روی دل غم زدهی روی دل غم زدهی پاشت قلم زدهی زلفت خم زدهی پاشت قلم زدهی زلفت خم زدهی ای دخترکی بانجی عجب تو دل زدی دخترکی بانجی عجب تو دل زدی چشم بناز خدت سلسله بندی چشم بناز خدت سلسله بندی